من میفهمم تو با من حتی باور کنی عائله در حقیقت کی بودن ما رو اگر بفهمن با نقطه اونها رو از دست دادن میویی. در اون وقت برای همه چیز بسیار دیر میشود. من اکنون باید یکم کار کنم. فهمم؟ چی گفتن میخوایی؟ اکنون من باید از حیات تو دور شوم. از این دقیقه پس موجودیت من به تو ضرر میدهد. رفتنم لازم. نرفت. زهرو تو؟ بله، ذوق سیاه بودنت رو میدونم. زهرو تو رو دیدم هنگام نقابت رو برآوردنم. تو دائما در بر من بودی، دائما دستگیری کردی. چرا اینقدر با خودت رو پنهان کردی؟ پنهان کردم؟ من با تو چند مرتبه گفتم؟ گفته بوده است، چون من تو رو داشتم بعد گفتی. داملا این نقاب را از کجا یافته؟ اگر دستگیر نمی کردم تو با من بازی کردن رو دمو می دادی. دستگیرم کردی چی شد زهرو؟ این کار کردم، آشکارا ذوق سیاه بودنم رو گفتم، اما تو چی کردی؟ ذوق سیاه شما ذوق سیاه. چرا با من باور نکردی؟ چه خیلی به تو باور میکردم کلتکیلس. حتی کلتکیلس بودنت رو نمیدونستم. تو رو همچون یک دومونو میپنداشتم. ذوق سیاه بودنت رو از کجا میدونستم؟ قهرمان من بودنت رو، آدمی که عاشقش بوده ای. اما تو بازی کردن رو دوام دادی. چی فکر داشتی کنی بگو؟ با من وقت خوشی میکردی؟ لطفاً سفسطه نگوی زهرو. من وقتی ذوق سیاه بودنم رو با تو گفتم تو چی کردی؟ مرا مسخره کردی، شوخی کردی. جسارت کرده یک بار دیگر با تو گفتن نتوانستم. زهرو من تو رو دوست می‌دارم. بله خانم بیتول گوش دارم. با من کی بودن دوملوزیو رو میگید؟ جناب سمی، من این رو در حقیقت به شما گفتن نمیتوانم. لطفاً مرا بفهمید، لطفاً. در اصل شما مرا بفهمید خانم بیتول. این حریف چند دفعه به من هجوم کرد. حالا نمیگذارید که از او شکایت کنم؟ چرا این آدم به شما اینقدر مهم است؟ آخر نمیفهمم. جناب سمی گوش کنید، باز به من نگویید که داملای محله همون میباشد، حرمتش میکنم. این دیگر مسئله است. التماس مجبور نکنید، التماس، التجا میکنم. مایلش، پس من رفته شکایت میکنم. نه 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 ایستید. التماس شکایت نکنید. مایلش میگویم. جناب سمی
домлозиё акаи асосии ман аст. تو رو از وقت اول دیدنم دوست می‌دارم زهرا. از اون دمی که مفتونی اون چشمان کبودی تو شده بودن. از اون دمی که صاحب قلب من شده بودی. از اون روز تو رو دوست می‌دارم. من این رو با تو گفتن نمی‌توانستم. من کرده بودم. تو رو دوست داشتن من بود. اگر این رو با تو میگفتم بازی ازدواج ساخته رو به آخر میرسوندم. از همین سبب من تو رو در قلبم دوست داشتم. آخر دیگر از دستم هیچ چیز نمی آمد. احتمالی مرا دوست داشتن تو هم نبود. شاید من تو رو دوست می‌دارم کلتکیلس. دوست می‌دارم. شاید در دیگر وقت چی دونم در دیگر شرط و شرایط ها اگر با میخوردیم شدنش ممکن بود اما نشد. تقدیر چی کار میکنی؟ بعضی چیزها رو تغییر دادن نمیتوانی. اما اکنون با آخر رسیدنش لازم است. چی گفتن میخواهی؟ اکنون همش باید به حالت اولا برگرده. من هرگاهی که کوشش میکنم چون میگفتم تو رو از پسم میبرم اکنون از پشت من ضرر دیدنت رو طاقت ندارم. رفتنم لازم. نه مرا گذاشته رفتن نمیتوانی. گوش کن وقتی که بودنم آشکار شود شاید عائله تو رو ترک گویند. نمیدونستم میگویی اما باور نمیکنم از پشت من از دست دادن عائلت رو نمیخوام. نه من هم رفتن نمیخواهم. از تو دور زندگی کردن نمیتوانم. با این ازدواج ساخته چرا طاقت کردم فکر میکنی؟ دایم برای تو نزدیک شدم اما اکنون از پشت من با ضرر دیدن طاقت نمیکنم. لطفا نخیل نگاه نکن. هم تو نبودی که با دوست داشتم ازدواج ساخته کردن نمیتوانم میگفتی. چرا حاضر رفتنم رو نمیخواهی؟ چون که رفتنت رو نمیخواهم. چرا زهرا؟ کنی برای در اینجا موندنم یگان سبب بگو. چشمانت رو دیگر سو نبر. تنها یک گپ بگو. انا میبینی تو هم چیزی گفته نمیتوانی. اکنون بازی با آخر رسید. رفتنم لازم. نه نرف. لطفا نرف. لطفا نرف. لطفا نرف. نرف. چرا رفتنم را نمیخواهی؟ یعنی همین دوملوزیو акай асосият аст? бале лутфан ҷаноби сами шикоят накунед. илтиҷо мекунам. илтиҷо мекунам. майлаш яъне чаро шумо инро пинҳон мекунед ман намефаҳмам. бале ҷои пинҳон карданаш несту аммо ман пас охир инро дар ин ҷо гап зада намешавад. хайр майлаш меравем дар ягон ҷо мешинем суҳбат мекунем. саломат бошед. хайр назар چرا رفتنم را نمیخواهی؟ من بله تو زهرا. برای بابایم برای دوام یافتن این بازی. خوب و علاقه با باید زیاد شد همین خیلی؟ بله اما از آنی که اپم تیپلش را از دست داده از همه بسیار غمگینم. حالا اگر تو هم بروی یکی بابایم بیمار شود. یعنی تنها برای بابایت اینجا ماندن مرا میخواهی ها؟ دیگر از برای چی میشد کلتکیل است؟ تو مرا دوست میداری گفتنی البته. چون از زیر نقاب من بر آمدم تو دچار خیالات شدی. نرم خواهش میکنم کلتکیل است. نرم من به تو احتیاج دارم. ترک نکن مرا. دیوانه میشوم. آدم در پیش چشم ما از محبس محبوس رو میگریزاند. خیلی سر دارم.
آخه این خیلی نمیشه راستی این خیلی نمیشه کنی دستتون رو بدور یک بیمولم بس کن. کمی آروم شوید سردارم آخه سرتون بسیار گرم شده سردارم تمام اگر دیوانگی به کار بیاد تمام شوبه رو دیوانه میکنه اما به کار نمیاد آخه این خیلی نکنه سردارم تو چی ایستادی؟ تو چی میگویی؟ اگر من و آدم رو نکشم هیچگاه آرام نمیشوم و احمق کابوسی من شد. آخه سردارم کلتکلس یگیتای وجدان انسانم اما کتاب 500 ساله را کلتکلس دست ممکن نمونه بخونه یک فکر کنی رفیق سردارم اما کلتکلس فقط چیزهای انتیقه یعنی چیزهایی که قدیمه را میدزدن مثل هیکل کتاب چیزا را میدزدن از آن چیزهایی که مثل پول مال ماشین میدزدن همین کتابهای قدیمه را بدزده و بخونه به مدینه نشود خوب نیست چی میگویی لبن؟ چی گفتی ایستادی؟ آخه اینش بسی نکرده او باز آشپز معبس برآمد کلتکلسی به عقل دیگه جا نیفته که در معبس میره آشپز میشه کاش که در معبس میبده من عاشق کلتکلس میخوردم ای بیا لوند تو مرا دیوانه کردن میخواهی یا که میخواهی تمام غضبم رو از تو برارم همین رو میخواهی؟ سردارم آش کلتکلس میخوردی بروتت روغنی میشه گم شب با همین فکر آید. البته من هم فکر کرده ایستادم که کلتکلس چرا خودش رو برای نجات دادن اژدر به این قدر خطر اندازد ای بناموسه تو چی میگویی لوند؟ سردارم انا حالا این کلتکلس با اژدهای احمق از یک عائله خزنده ها هستند و کلتکلس اگر خویش تبارش رو نجات ندهد هرگز آرام نمی شود و خوابش نمی برد از دانشکده که نمی گریختی این موضوع را می فهمید احمق لوند ای بچه مرا دیوانه نکن برای اون که من تو رو نکشم و من یکان سبب بگو. سردارم مقصد من این است که اگر ما از پوچه اژدها قپیده تعقیب کنیم کلتکلس را حتما پیدا میکنیم با فکرم گپا فهمیدی دو درمونر بیرو احمق بیرو فایده بیار رسم های اژدر را به همه جا تقسیم کنید زود. ایتا رفیق گنرال ای کپیتان وای کلتکلس وای کلتکلس بچه ها تو رو به یکی از خانه های مخفی همون میبرند امشب در آنجا میمونی پگاه باش از با کشتی به خارجه میروی اما جون من رفتن نمیخوام میروی اشتر یگانه یادگاری از اکم مانده تو هستی و یگانه میراثبری من هم تو هستی تمام جرم های در حقت بوده رو از بین برداریم تو را دعوت میکنم مایل شما جون و گپ شما گوش میدیم چرا رفتنم رو نمیخوای؟ چرا فهمیدن میخواهی التماس مرا مجبور نساز همه کار آمیخته است سرم آمیخته است تا حال در حیرتم یگانه چیزی میدونستم رفتنت رو نمیخواهم لیکن بین اکنون در اینجا موندنمون برای هر دیمون خطرناک است باز میدونی بلای سکرو در سرمون است یزنه اونالا دستگیر شدنمون خیر مسئله بسیار روزمره شده است یزنه اونالا به این خانه در آمده نمیتواند بابایم به او گفت که تو کلتکلس را نکشی به این خانه ندارم چی؟ تشکر مرا بسیار آرام کرد حیات را بین در اینجا در همون هستی اینجا یگانه جایی است که یزنم تو را یافته نمیتواند لرو گوش کن در اینجا موندنم در حقیقت درست نیست بابایم از تو نفرت ندارد حتی تو را بسیار دوست میدارد تا مردنش ها؟ جنابی سمی لطفاً اکای من بودن دومولوزیو رو به هیچ کس نگوید و حکم هم نگوید چون که ما به هیچ کس نگفته ایم اگر شنود ما رو جان میکند یعنی شما برادر خواهر هستید یعنی دومولوزی و اکای دوست این رو چرا پنهان میکنید نمیفهمم همین خیل یعنی اینی حال باید پنهان داریم هیچ کس نباید دومد حالا این رو من به شما فهمانده نمیتوانم خیر خانم جمیله چی؟ کی؟ جمیلش کیست؟ شما خانم جمیله رو نمیشناسید؟ نه یگان شناسم است این چی گپ است؟ جمیله هم اپای ثبوت هست مگر دومولوزیا بودین تو چی جیره کرده ایستاده ای؟ بسیار هم خوب اکنون تو با دومم افتیدی حالا ایست جنابی سمی من باید خانم جمیله رو شناسم کیست وای؟ کی رو؟
охир камтар пеш дар бораи ҷамила гуфтани кас гап назадӣ? ман хонум ҷамила дар асл он қадар ҳам каси муҳим нест, яъне вай чӣ хел каси муҳим нест? хайр намшод чаро шинохтану нашинохтани ӯро аз ман мепурсӣ? аммо ҳоло як чизи дигар аст ҷаноби Самӣ. ман ба шумо акаам будани домлозиёро гуфта сири калонамро фош кардам. лутфан шумо ҳам ба ман бифаҳмонед. хонум ҷамила хайр апаи ман аст. ки апаатон? бале. хайр барои чи аз ман шинохтани апатро пурсидӣ? барои чи ман пайро бояд шиносам? ман намефаҳмам, ба ман бифаҳмон. чунки ҷамила яъне апаи ман сири ман аст. чӣ хел сир? чунки апаи ман будани апаи ҷамиларо ҳеҷ кас намедонад. он гуна ки акаитро ҳеҷ кас намедонад. охир чиро пинҳон мекунед? ман инро нафаҳмидам. шумо чаро акаатон будани домулоро ба ҳеҷ кас нагуфтед? аммо ман ҳоло бисёр тааҷҷуб кардам. мавзӯи маро пӯшем, тааҷҷубовар аст. ман ҳам тааҷҷуб карда будам. гӯш кунед хонум бедон, агар акаи шумо будани домулозиёро медонистам, ба шӯъбаи полис рафта шикоят намекардем. бовар кунед. ташаккури зиёд. ростӣ рафтанам лозим аст. аз паси шумо давида омадам. беморон бошанд, маро дар он ҷо интизоранд. хайр майлаш ман шуморо гусел мекунам. не заҳмат накашед. не чӣ хел заҳмат? ман ҳастам гусел мекунам. ман худам меравам. ташаккури зиёд. 2 қадам роҳ аст охир. ба ҳамин хотир худам меравам. хуб набошад бира 4 тарафа тақриба. тфу, ба ӯ чӣ гуфтам ман? худо, аҷаб айб шуд. من هم برای اپات بسیار غمگینم. آن طفل رو چقدر خواسته‌اش و چند سال انتظار بودنش رو خوب میدونم، اما باور کن من به این حادثه علاقه ندارم. میدونم، من به تو باور دارم. تو به من چرا باور میکنی؟ نفهمیدم. یعنی مانند من بر این جنایتکار رو چرا باور میکنی؟ چون که مدتی دراز تو با ما زندگی میکنی و حتی ضررت هم به ما نرسیده است. حتی دائما با ما کمک میکنی. تو شخصی بد نیستی، کالتکیل است. تو بسیار شخص خوب هستی. هنگامی کودک رو از آتش خلاص کردن دستگیر شده ای. این رو از کجا میدونی؟ یک روز کالتکیل است به درون آتش در آمده یک طفل رو نجات داد. از درون آتشی تفسان بچه اکای غلچکی بیرون برآورد. او اگر طفل رو نجات نمیداد سردارم هرگز او رو دستگیر کرده نمیتوانست. اهمیت نده، میدونم. تو حتی مرا نشناخته با من ازدواج ساخته رو قبول کردی. مرا کمک کردی. من آن رو برای تو رو بسیار دوست داشتنم کردم. نمیروی ها؟ زهرا، آخر ما گپ زده بودیم که 1 ماه دوام دادن این کار. شاید در دوام این 1 ماه همه کار خوب می شود. بیگناه بودنت رو اثبات میکنی. اگر یک معجزه رخ دهد، اینقدر ناامید نشو لطفا. خودت رو به دست گیر. رفتن نمیتوانی. خیر فرض کردیم که رفتی. به بیتور چی میگویی؟ چی خیلی شرح میدهی؟ چی خیلی میفهمونی؟ 1 ماه دیگر لطفا، لطفا، لطفا. حالش خوب است، اما کسی به زیارت او تا حالا نآمده است. تمام. پولها در کجایند؟ دوست داشتت حالا هم نآورد؟ تا حال نآورد. چی خیلی نآوردم؟ آخر در 2 روز پولهای از من دزدیده‌ات را از دوست داشتت باید میگرفتی؟ میگیرم و به من کمتر وقت بدهید. تو مرا مسخره کرده سوزی. من اومدنی پول را انتظار شوم و تو باشی گریخته روی. این حیلت نگذشت. من پول ندارم، فهمیدی؟ خواهی باور کن، نخواهی باور نکن. همش همین. دوست را دعوت کن. اومده پولم را دهد. نباشد سرت را پاره میکنم.
بلبی دریا رویم چی؟ در لبی آبی شبی محتابی با خدا شوخ بوده این شب قد وای برادری من میآیدی بخیر است برادر جان باز چی شد رویت سروش است باز میپرسی ها؟ بلای سقراط را به سرم بار کردی سقراطش کیست؟ هیچ کس برادر جان در این باره وجدانم چقدر عذاب میدهد نمیدانی بیا مان شکر برای آنه که وجدان انسان عذاب کشد پیش از این باید انسان وجدان داشته باشد برادری جان بعضم گپ میزنی همین گپ هایت رو گوشات میفهمن یا نه اف در افت خناکت گوش کن مرا تو باز حیله داری هیچ چیز نیست نه اکرم مردنی تو رو میخواهد کودک حله از برای تو شده هلاک شد من هیچ کس رو نکشتم پس چرا این خیل میگویم؟ اپا جان تو این کمیسر اونال رو نمیدونی آدمی دیوانه تیار است بیهوش است در راه راستش اگر پیش پا خورد از کلت کلاس میبینه تا آنمی درجه رفته میگو که من نکردم تهمت میکنن چرا خاموش میگردی؟ زیاد رو تهمت نکردن کلت کلاس رو کردن هر دویش مگر تو نیستی؟ من آقای اکرم این رو نمیدوند نمیدوند البته که اونها نمیدونن باشد و اما مرا آخر قهرم میکنن برادر ما کمی میگردیم از جناب اکرم ماشین رو گرفتم تا هم بیا کمتر خوشحالی کنیم نه برادر من با مسجد میروم مایلش برادر جان تو رو به نزد مسجد میبریم نمازت رو خوان بعد بر اومده شوکت که هوا زیباست من پیاده میروم هوای تازه رو نفس کشید ای بسیار نوز کردی بیا با ما کمتر سیگار میکشی سرت آرام میشود یا خدای توبه من مسجد میگویم نماز میگویم تو مرا میگویی که بیا سیگار بکشیم مایلشه اوف مولو کلاس رو به حالش گذار رفتیم از پسی کارمون شوکت شما روید تو پیاده رو سرت رو آرام بکن با ماشین لوکس برام میگم ناز میکنم خیر لابا نرگیس در کجایی؟ چی شد؟ مرا نجات بده لابای؟ نجات بده بلیو دوست داشتت در دستم اگر سلامتی دوست داشتت رو خواهی زود پولها رو گرفته بیا تو چی ها گفته ایستادی؟ هر چیزی که شنیدی اگر با نرگیس دست رسانه میکشم نرگس کی باشد؟ نرگس زنگ زد چی؟ باز با خوده این چی گپ است؟ هیچ گپ نیست ابا مگر من نمیدونم تو چکل دختر باز هستی؟ تو چی میگویی؟ تلفن رو با نرگیس بده در 1 ساعت پولها رو به مهمان خونه بیار مایلش میگویم با او دست نرسان اگر دست رسانه مردی اوه نرگیس این چه گپ است؟ اوه دامولازیو تو ان یک زهرا را فریب داده ایستاده ای کنی رفته بینم نرگسش کی باشد من تو رو دوست میدارم در حقیقت من او رو دوست میدارم تو رو از وقت اول دیدنم دوست میدارم زهرا از اون دمی که مفتونی اون چشمان کبودی تو شده بود از اون دمی که صاحب قلب من شده بودی از اون روز تو رو دوست میدارم نره لطفا زهرا جان در کجا بودی؟ در همین جایم کمتر پیش اومده ای تلفن کردم جواب ندادی به خونه زنگ زدم نبودی در کجا بودی؟ در مرکز سودا بودم در مرکز سودا؟ به من دروغ نگو زهرا باز با اون زاغی سیاه تو همراهی کلتکلس بودی مگر راستش رو بگوی فهمو چرا پرسم؟ البته همراهی او بودی سله لطفا با من فشار نار در حقیقت دلم شورید
زهرو تو چیکار کرده ایستاده ها؟ اگر باید این خیل کارو شنود چیکار میکند؟ تیفلی اپا و یزنت رو این آدم کشت. اپای حلبو اکای اونال شنود چیکار میکند؟ من با تو میگویم از تو نفرت میکند. تیفلی اپم رو زوغ سیاه نکشته است. فهمیدی؟ آفرین، بسیار خوب تو رو فریب داده است. مرا فریب نداده سلین جون. من به او باوری دارم چون که او رو میشناسم. یعنی همش تهمت است. امیدوارم که تو حق میبری زهرو. اگر خطا بکنی همه چیزت رو از دست میدهی. از من گفتن است. سلین جون، او شخصی بد نیست، انسانی خوب است. چرا به من باور کردن نمیخوایی؟ زهرو گوش کن، در همه وضعیت در بری تو بودم. من تو رو مانندی خواهرم میدونستم و میدونم، اما خفه نشو. در این حالت دستگیریت نمیکنم. با تو چی شد است من نمیفهمم. با خدا که من نمیفهمم. خوب دستگیری نکن. خفه نشو، اما یک جنایتکار رو پشتیبانی کردن و دوست داشتنت رو هیچ طرفداری کردن نمیتوانم. پس طرفداری نکن سلین جون. چه کار میکنی بکن. باز از من رنجیده ایستاده ای؟ آفرین زهرو، از راستی گپ ندارم. گپ نیست. دوستیت تا همینجا باشد دیگر هیچ چیز گفتن نمیخوام. سلام علیکم. چه گپ شده ایستاده است؟ اینها چیزی ندارم. شاید آمدی. دختر رو سرده. اول پول رو دیر نباشد میپرونمش. مرحبا. رمزش چی است؟ رمز نداره. شده نمیشود. چیل شده نمیشود. شو؟ شده نمیشود آخی. آخر برادر تو این جزدان رو نمیدانین مخصوص ساخته شده است. در اینجا یک تکمچه داره. نبین؟ در اینجا. کجا؟ میبینی؟ ببینم. کلتکیل است. مرا نجات دادی. نرگس کیسه شرکت رو تو خالی کرده بودی. بله به تو دروغ گفتم، اما اگر راست میگفتم به من کمک نمیکردی. نبین اکنون راستش رو گفتی کمک نمیکرد. کلتکیل است. با پولی در دستم بوده حیاتی نو رو آغاز کرده میتوانی. سفسطه نگوی نرگس. ایست در حضرت نکن. بین آخرم از پشت تو هم از پشت من پلیس است. اگر در اینجا مونیم عاقبت چی میشود؟ محبس. اما من 2 میلیون یورو دارم. 2 میلیون یورو. بسیار خوب. نرگس با من چی از پولی تو؟ گوش کن، ویزا و شناسنامه رو درست کرده به خارج میگریزیم. فکر کن در آنجا به راحت زندگی میکنیم. همه آرزوهایم عملی میشود. زندگی افسانه. نرگس تو با این پول ها چی کاری کردن میخوای بکن دیگر رو برا نشوی. گوش کن با تو تکرارا میگویم خوب فکر کن. یک جای یک حیات خرسندانه برپا میکنیم. گوش کن نرگس اگر خواهی با این پول های دوزیدت قش زن خواهی برگردون با خودت یک صحیفه تازه بکشو یعنی چی کاری میخوای بکن اما من نیستم. خوش باش. تو رو نمیگذارم کلتکیل است. نمیگذارم. چی شده؟ چه گپ شد؟ چی شد؟ چرا لیفت استاد؟ نه کشو نفسم گرفت. کمک کنید. یاری دید.
چی گپ شده است؟ در لیفت زنی مونده است. فیغانش را شنیده دویده آمده. دیروز هم لیفت از کار مانده بود اما شغل باز به کار درآمد. به کارگران خبر دادی؟ خبر دادیم متوقع نامدن. یکی لیفت افتاد چی می شود؟ یگان کار کردن در کار این خیلی نمی شود آخه. نشین یه دختر یگان کار کردن در کار و پلیس زنگ زدن در کار. تمام آرام شد. تمام هیچ چیز نیست گذشت. ملیس تو در اینجا چی میکوبی؟ و فکرم تصادف نیست. من شما رو پی بردم. چرا؟ با تلفن گپ زدنتون رو شنیدم. با نرگس گفتنی یک زنگم میزدید. فکر کردم زهرا رو فریب داده ایستادید. دامولای ساخته بودنتون رو میدونستم. شوبه کردم. دامولای ساخته؟ این از کجا برآمده؟ این چه خیلی گپ است؟ شما حیاتی مرا نجات دادید. من این رو به هیچ کس نمیگویم. خاطر نشوید. التماس. یک دقیقه صبر. مسئله دامولای ساخته بودنم از کجا برآمد؟ تو چی گفته ایستاده ای؟ شما دامولای ساخته نیستید. اما هنگامی در بیمارخانه با امام گپ زدنتون من شنیدم. آن آدم دیوانه است. از همین سبب مجبور شدم که آن خیلی گپ زنم. در انجام گفته. اما شما گفته بودید که دامولای ساخته بودن هم چقدر مشکل است. دامولای ساخته؟ تو آن رو میگویی. آن آدم نرنجت گفته من این خیلی گفتم. نباشد این خیلی حالت نیست. من چیکار کردم؟ هیچ گپ ندارد. این را از سرت دور کن. بیا با خانه میرویم. تو کمتر استراحت بکن. شما برای من حیاتتون رو به خطر گذاشتید. من چقدر تشکر گفتنم رو نمیدونم. هیچ گپ ندارد. واهمه نکن. در جای من دیگر کس هم میبود عیناً همین رو میکرد. اما اصلا یک چیز رو خواهش میکنم. درباره این حادثه ها با خانگی ها نگو ملش. دامولو چرا نگویم؟ آخر شما مثل قهرمان مرا نجات دادید. اما درم گویم نسبت شما مهربان میشود. هیچ لازم نیست. اگر حاضر گویم. آخر داملا زیاد در اونجا چیکار داشت؟ تو چرا با اونجا رفته گفته میپرسن؟ یعنی خوبترش مسئله کلا نشود. مایلش دامولو. بیا به خانه میرویم. خیر است شما یک چیز رو پرسم. پرس. نرگس کی است؟ نرگس یک دوست کهنه من است. با کمک احتیاج دارم گفت. همش همین. بیا. استاد جوری استاد چی شد؟ باید تا میگریزی؟ من نگریختم. چی بود؟ پرس. استاد چرا انسان دو چشم دارد و دو دهان ندارد؟ نویسی جوری. اگر مانند دو چشممان دو دهان می داشتیم انسانیت رو خوراندن مشکل می شد. علاوه بر این عدالت برپا نمی شد. با یک دهان عدالت رو نمی داریم. اگر دو دهان می داشتیم چی می شد؟ هم فرض کردیم که با یک دهان تلخی و دهان دیگر شیرینی خوردیم. آخر جنگ بین دهان ها می برآمد. یعنی جنگ بین دو دهان انسان. هیچ کاری شدنی نیست. استاد جنگ بین دهان ها چیست؟ جنگ بین دهان ها این است هجری. انا گفتم که با دهانی که تلخی میخوری گپ ندارویی کرده جنگ میشود. چرا من شیرینی خورده نمیتوانم گفته؟ خیر پس چی میشود؟ هنگام یک دهانت رو خوراندن دهان دیگرت رو خالی داشته میتوانی. بزرگان چی گفتن؟ یک از خورد یک از نگاه کند. خوب که خداوند ما رو با یک دهان آفریده است. خدا رو شکر استاد. بله فهمیدی؟ فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشه. خدا از تو هم راضی باشه. هجری میدونی سوال های تو رو یاد میکنم من. استاد این خیلی نگوید. شما چی ها میگوید؟ وقتی که شما با رخصتی مهنتی روید من با تلفن حتما زنگ زده سوالهایم را میپرسم. هیچ خاطر نشوید. بسیار سوال آماده کردم. این خیلی چیز است باز. بله. خوب هجری. تو باز دید. استاد جانی من. سلامت باش. خدا حافظ. این رو بین با تلفن سوال میپرسم میگوید. ماشاءالله او دریا است. قسم میخورم.
марҳамат, торта сабзӣ. саломат бошед. хоҳиш мекунам. бисёр бӯи хуш дорад. маълум ки дасти модар расидааст. иштиҳои том. бетул бисёр духтари хушбахт аст. монанди шумо модари бисёр ғамхор дорад. яъне модари ҳақиқияш набошед ҳам ба ӯ барои ин роҳ ҳис накарданаш бисёр ҳам ғамхорӣ кардаед. ба фикрам бетул як ака доштааст. ака мегӯӣ? яъне хонум бетул нақл карда буд ки як ака доштааст. маълум ки ба шумо дар бораи акааш нақл кардааст. духтари бечора ҳеҷ акаашро надид. чаро охир? ман бетулро аз ятимхона ба фарзандӣ гирифта будам, аммо акааш дар он ҷо монда буд. ва баъдан фаҳмидем ки акааш аз ятимхона фирор кардааст. ҳарчанд ҷустуҷӯ кардем, аммо ӯро наёфтем. майлаш, иштиҳои том. ташаккур. хуш омадӣ ҷонам. шин. خداوند از تو راضی باشد برادری بود نکشد. یا خدایا توبه. سلام علیکم. علیکم السلام دامولا، خوش آمدید. خوش باشید، خوش باشید. با ماشین مرده کشک آمدید؟ پیاده بودم، هوا گرم. یکی آمد، من کردم ایستاد، بعد سوار شدم. خوب کرده دامولا، از آنی که شما را زند به آن سوار شده آمدنتون خوب شد. دامولا، این مسجد را چه خیلی میگیرید؟ در این باره چی فکری دارید؟ یک نقشه. چه خیلی نقشه بوده است؟ بگذار، بعد بفهمونم. تو چی کار کردی؟ در ما هیچ تغییراتی نیست. آن هیجری از کو امضا نگذاشته ایستاده است. به نقشه نمیشود. به نقشه؟ راست میگویی دامولا، قربانی شما. به اینجا آمدم، سرگردان شدم. شما یک نقشه ترتیب دهید و این کار رو به آخر رسانم. آخر غریبم به وطنم برگشته نمیتونم. حالا این مسجد رو از دست این دیوانه ها گیرم، بعد اون مسئله رو هم حل میکنم. سلام دامولا. نامش رو گیر و گوشش رو کش. گوشم نزدیک نشو. برم از اینجا متهم. تمام دامولا، نزدیک نمیشم. بعد این من بعد نزدیک شما برای بخشش پرسیدن آمدم. من رو ببخشید دامولا. کی؟ من تو رو میبخشیدم؟ فراموش نکن که من در دو جهان از گریبان تو داشته حقم را طلب میکنم. این خیل نکنید دامولا، این خیل نگوید. من چیزی که شما میخواهید برای کردن راضیم. بگوید شما چی میخواهید؟ مسجدم را میخواهم. دامولا، مسجد عاشقتان شود. آخر مسجد از هیچ کس نیست که از آن خداست. اگر دامولا شدن خواهید مرحمت. نمازها را من میخوانم، امر معروف را من میکنم. تو با این کار همراه نمیشوی. معلش دامولا، چی خیلی که خواهی؟ خدایا توبه، و این چی شده است؟ مگر بسترش سنگ افتاده است؟ اولا شما دامولای مسجد شدی؟ آخر بی همین هم من بودم. همین آخر تو قبول کردی برادر؟ کردم. خیر سلامت باشد آقا. یا خدایا توبه. یا خدایا توبه، انیق بسترش سنگ افتاده است. اهمیت نده، بگذار رود. ای دامولا، حالا مگر شما دامولای مسجد شدید؟ چی معنی دارد میدونید مگر؟ هجری هم معدی مسجد است آخر. پس نباشد او به ورقه ها امضا میگذارد. بیاید شما را با او تو دیوانه ای؟ من این خیل کارها را مغز نمیبینم. یا خدایا توبه. دامولا با کجا میروی؟ به مسجد میروم ای مسلمان. تو نماز وقت است دامولا. به مسجد میروم، آنجا جماعت را انتظار میشوم. یا توبه، انسان که وظیفه میگرفته است هوا بلند میشده است. خدا نگهدارد. آقای کانون، برای استوار بودن حافظه شما رو فهمیدنم باید از شما یک چند سوال ها پرسم. بپرس دکتر جان، بپرس. من باشم بهتر از تو سوال ها میپرسم. چی میپرسید آقای کانون؟ حاضر پرسید. دکتر، من به تو آن نتیجه تشخیص رو در دوام 2 روز تیار کرده میدی نگفتم ها؟ شاید 48 ساعت نکشد. یک تشخیص کنیم از روی آن قرار میدی. خوب مرا گوش کن دکتر. در حافظه ای تو نه، اما در فهمشت مشکلی ها موجود است. با تو بعد پرسیدنی سوال هایت سر و کار میگیرم. آقای کانون، رقم تلفن پیشینه‌تان چند بود؟ 901 41. من رقمم رو عوض نکردم، من در همان رقمم. نام معلمه مکتب ابتداییتان چی بود؟ الفت شو بود. آن رحمتی گوشهایم رو بسیار بکشید، اما او با من نوشتن و خواندن رو آموزان. آقای کانون، لطفاً به من دروغ نگویید. باز دروغگویی‌تان را تشخیص نکنم. از روی حجتایی که در دستم هست نام معلمه شما گلببی بود. این نام الفت شو بود، اما او را همه گلببی میگفتن. میدانید که او زنده است؟ چی؟ زنده است؟ او پیشتر نمیگوید آخر زیارتی او علاقه فرض شد. بگویی کدام نمود شربا را خوردید؟ چه خیل شربا؟ من تماما شربا نمیخورم.
چکتون در اینجاست خامشوربا خورده اید کو؟ بسیار بالازد بود دکتر توصیه میدیم. یکی از نامهای رفیق همخدمت حربیتان رو میگویید؟ خودی رسون میکنم معلومات ها در دستم. شما مگر دیوانه هستید؟ اینقدر سال گذشته است من آن نامها را از کجا به خاطر میارم؟ چخیلی که تخمین کردم خاطراتان حالا هم استوار نیست. تشخیص رو دوام میدهید. تو چی میگویی دیوانه ای؟ به نتیجه آن تشخیص ها احتیاج دارم. کلتکلس رو نجات دادنم لازم. متاسفم آقای کنون تا استوار شدن خاطراتان به تشخیص دوام میدهیم. تو گپ را به خوبی نفهمیدی؟ آقای کنون شما چیکار میکنید؟ به خدایت آن نتیجه تشخیص را ده. چی گپ شد؟ تمام مشکلی نیست. با بیمار منو تنها بذارید در باشید. آقای کنون یک هفته دیگر اومدن رو فراموش نسازید. تشخیص رو دوام میدهیم. میتوانید روید. آن را من میگیرم. آن را به من میدهی. آن را میگیرمش. او دوملوزیادین راحت باشید اکنون همه چیز رو میدونم. باز تو چی میگویی؟ همه چیز رو میدونم دوملو. آشکارا گردن چرا میدونی؟ دوملو با شما احترام میگذارم. از این بعد از گفته شما نمیبرایم دوملو. سمی گوش کن سری مرا ویران نکن. بیتول با من همش رو فهمون. اما خواطر نباشید دوملو. من سی رو فاشتم. چرا میگویی؟ با تو چرا فهمون؟ نه چی گفت؟ شما دوملوی محله ما هستید که از همین سبب با شما احترام زیاد دارد. با عقیده هایتون احترام دارد. شما هم با فکرم چی گفته؟ با او آنقدر موافق نبودنم رو گفته. خانم بیتول با شما احترام دارد. در این حالت من به شما 2 مرتبه احترام میگذارم. سمی تو مگر وقتی نصف روزی گاز می‌نوشی این چی سر است؟ استغفرالله مگر این فیلم نشد. حتی بوی نمیکشم. تو چه خیلی آدمی؟ گفتم که دوملو با شما احترام زیاد دارم. حتی برای در چشم شما خوب شدم برای همه کار تیار هستم. سمی گوش کن اگر در چشم من خوب شدن خواهی در چشمم ننمو. فهمیدی؟ خوشمونت دوملو جان و خدا حافظ. با این چی شده است؟ افتش رابین اکنون تا به دست آوردن هدف تا قطع کنیم. اما اینجا چی گفته هست؟ نباشد چرا اکه و خواهر بودنشان رو اینها هر دو پینهان میکنند. نه هر دمی که این رو میزنم دیوانه تر میشود. باز او چیله کردن میخواهد اما بخیر باشد. سلام علیکم. نوشکی میاره؟ شرف این اطراف را نگاه کن. صورت آدمی را بین که مرغ مانند شده است. بینو فیس بگیر. اکاجان این صورتی رو که خسته و به حال میبینی همش از برای عشق سیوال است. این خیلی نگوید اکاجان. البته که احترام میگذارم. من یک آدمی عاشق هستم اما صورتم به چپ و راست نمیلغزد. مرغ آین افتی خنک رو بین. پگاه یا روزی دیگر تو را با شرف به یگان کار فرستانم. با این افتی خنک کار میکنی ها؟ تن بود چون گلاف و جان شمشیر کار شمشیر کند و نه گلاف. تایلاق تو بس یه ولد چی گفتی ها؟ چی کار کردنی تو را فکر دارد او؟ با خدا از برای اخلوص فروشیم و نه خود فروشیم او بسیار خرسند بود و گفتمانم که شما برای ما باز خانه خریدید. باز سیوال جان خرسندتر شد. بیایم مچکت کنم. این رو گوشم احمقی دیوانه. مرا گوش کن نمک. این کار این خیل نمی شود. چه؟ ای برزگو بزنه دروغ گفته ایستاده ای تایلاق. این کار بسیار گناه است. از داملوزیا میپرسم. اکای کنون دیگر شما آدم نیفتید که از داملوزیا میپرسید. پس از کی پرسیم؟ گناهی بزرگ است میگویم. اکا نه پس گفتم نپرس آخی. نمک بسیار ناجا فکر میکنی پسر چون که برزگاه هستی. حالا اگر من این دروغ را روی پوش کنم من هم گناهگار میشوم. از داملا میپرسم. لابای آقای کنان. داملا من شما را ناراحت کردم. یک چیز پرسم. همین حکم دروغگویی در دینمان چیست؟ راستی دروغگویی یکی از گناههای کبیره است. نباشد داملا اگر دروغگویی را روی پوش بکنی او بال است؟ چه؟ یعنی داملا میگویم که انا دروغگویی یگان کس را روی پوش کنیم این مگر او بال نیست؟ راستی آقای کنان یعنی این چنین است. من هم از دفترم خوندم رازگی با کفر است.
رازگی از اون ظلم است. در این حالت با دروغ رازگی دادن لازم نیست چون که گناه بزرگ است. داملا بسیار سپاسگزارم. سلامت باشید. تا باستید. خای اشون زیاد چی گفت دکای کانون؟ پسرم گناه بود است. مرا از این گناه پاک میکنی. من چی خیل پاک میکنم؟ چی خیل میکنی؟ رفته بزند راستش را میگویی، مرا از این دروغ نجات میدهی. اکا من اینو مسیحا چی خیل میگویم اخی، من نمیتوانم اخی. خدایا با من کمک کن ای خدا. اشتهای تو سلامت باشید. مادر جان مانده نباشه. خوش آمدی جان. از دامولو یک چیز پرسم. اکا خواهرم چی خیلی؟ خوبم. شما چی خیل؟ خوبم. کمتر ناراحت میتوبی؟ نه چی دونم آن سمی باز هر چی گفت. انشالله جنابی سمی فهمیدنی اکم بودنت رو نگفته است. چی شد؟ یگون گپی بد گفت؟ نفهمیدم آخیر. از این پس به من احترام میگذاشت است. تو با او یگون چیز گفتی؟ نه. چی دونم اونان اون که گویا چیزی رو میدوند. تو گویا که با عقیده های من گویا برای داملا بودنم احترام میگذاشته ای. همه خیل چیز گفته ای؟ بله اینا همین خیل گفتم. تو که رو دیدی؟ با میخورید مگر؟ ما نه. ما هیچ با نمیخوریم. تنها امروز یک به نظرم آمد. چی گفت؟ شما او را زده اید کن؟ او باشد به شعبه پلیس رفته از بابای شما شکایت کردنیم. خیر چرا دست کشیده است؟ من مانع شدم. گفتم که دامولوزیا بسیار دامولوی با ایمان است و باز مرا پشتیبانی میکند. از همین سبب او دست کشید. وای وهم کرده است. اکا به فکری من جنابی سمی اونقدر هم آدمی بد نیست. میلش در اول کمی نحرمتی کردنش ممکن. این رو حالا گپ زدن نمیخواهم. شما چرا رو میزنید اکا؟ مگر به شما زیبنده است؟ بیتون جانم نمیزیبه دو. دنیا هم مکان شیرین و زیبا نیست. اما وقت آن پر از آدمان بدنیت و بدگمان است. تمام راست میگویی. اما جنابی سمی اونقدر آدمی بد نیست. بیتون آن آدم تو معقول است. با من؟ نه اگه تمام آدمی خوب است و همین قدر. فهمو بیتول فهمو. معلوم که این آدم با تو معقول شده ایستاده است. نه هیچ کس با من معقول نیست. هم کسی که با شما معقول نیست با من هم معقول نیست و خیر. بیتول گوش کن خواهرکم من اکیتویم. من تنها خوشبختی تو رو میخواهم. من مگر اویلدر شدن تو رو نمیخواهم. میخواهم شوهری صاحب احترام داشته باشه اما سمی آن کس نیست. او با تو هیچ موافق نیست بیتول. خواهرم من تو رو گذاشته چی خیل میروم. پرچه جانم با یک عذاب تو رو یافته و نزدی تو آمدم. باز میروم. مرا بباش خواهر جانم اما باید روم. سقراط نباید خواهری من بودن تو رو فهمد. تشکر زیاد دخترم. این دفعه اونال در مسئله از قفای کلتکیل شدن بسیار حق است. آن آدم تنها یک دوز نیست بلکه یک قاتل است. تا این درجه نیکنم. یعنی اپا هم در حقیقت هم وای گفتن میخواهد. هم خیلی اپا درست. چی خیل وای آخیر. وای حالا هم سبوک است. آن احمق آدمی پستی به ناموس یک دیوانه است. قاتل فرزندی حله او است. نخود اینقدر آدمی پس باشد. یعنی اپا جان این آدم چنان آدمی گناهکار است که گناههایش با شمردن تمام نمیشود. او حریف منافق است. داملوزیا تو غمگین نشو. او را حتما اونال دستگیر میکنه. وای به ناموس را قبیده بدار کشیدن در کن. بدار. ای فروخ با خودو که راست میگویی. بدار میآویزم بدار. اگر اونال آن آدم را دستگیر نکنند من آن آدم را دستگیر کرده گلویش را بسیار بیرحم است. حریف بیشرفی من رفتم. نه از این این یک قاتل بیشرف است. وای از حد گذر. اما این او رو شکنجه میگی. این بسی نمیکنند باز هم سختر میکنی. او یک انسانی بیشرف و بیرحم است. ندارم. ای خدا اینها رو زنه. چی شد داماد؟
آهسته آختی به شوهرت آب بده. رحمت به فکرم خوراک ها برای من کمک وزنی نکردم. دینازور و ترنازور اینها هم از اولاد کلتکلاس می باشند و همچنین اونالزاور هم. اونالزاور، دینازور، ترنازور، اژدهار هم خویشتوار کلتکلاس می باشند. لوین ها چی کار داری 2 ساعت شد؟ سردارم میخوام که دشمنان ما رو از نزدیکتر باز شناسم. کی رو؟ اژدها رو. چه خیلی راه میگردد، چه خیلی زندگی میکنند، چه خیلی شکار میکنند و تو ما چه خیلی نزدیک میشوند، چه خیلی خوب میکنند و از خوابش چه خیلی میخیزد. همه این رو من آموخته ایستادم. تو عقلت رو خورده ای؟ عقلت رو خوردی؟ ای لوین احمق، من به تو گفتم که رسمای اژدر رو تقسیم میکنم، تو تقسیم کردی. اینم سردارم بعد این کپا دادم هم نکشه خندرم از دستت همه کار میوید. سردارم در مقابل دشمنمان یگان تکتیکای فرمایشی بکار نمی آید. او انیق با این حیوان علاقمندی دارد. آخر چرا اسمش اژدر است؟ این رو اهمیت دید سردارم در پروتست یک جا نه؟ لوین برف پسرم برف. یا سردارم به دستمون یک خبر اومد. اژدر رو در یک مرکز دلخوشی دیدن. اژدر رو؟ در حال به اونجا میرویم. به همه گروه ها خبر ده. سردارم اژدر که در آنجا که باشد کلتکلاس حتما در نزدیکی است. این سفر از دستم رها نمییابد. این سفر از دستم رها نمییابد. بچه انشالله پیش برو. چند روز است در این خانه نه اشتها ماند نه هیچ چیز. خدا جزای آن کلتکلاس را دهد. تنها در اینجا نه، در آن دنیا هم از همه جزای سخت را میبیند و یادم. ها دامولا؟ وای این رو ما نمیدونیم. تقدیر الهی. بله. چی جایی ندانستم بوده است. علاوه بر این شما چه نمیدونید؟ من میدونم و میگویم آن آدم به چقوری جهنم میرود. بابای من دامولا بود. یعنی با اون جایی که تو میروی بای هم میرود؟ نفهمیدم چی گفتی؟ وای نفهمیده است. میدونم ما بسیار غمگین شدیم. یعنی چی دونم؟ کمی ناراحت شدیم چون درباره جهنم گپ زدیم. برادرم دامولا زیاد خاطرات خوب دارد. میخواهم درباره آن حکایت کنم. اپا جان خوبش حکایت نکن چون که این آدمان حال گوش کردن رو ندارن. نه نقل کند. بی همین هم از روی این حادث های آخرین دلمان بسا به حضور شده. بگذار نقل کند کمی خوشحال شویم. میلش میفهمونم. انا گوش کنید اکرم جان. دامولا زیا، شفقت و من یک روز زمستان در کوچه ماندیم. بیرون چنان خنک بود که از خنکی قریب میمردیم. راست میگویم. شفقت با یادت آمد؟ ابا جان از خنکی میمورم گفته گریه کرده بود. کی من گریه کردم. من چنان خنک بود که از خنکی را باور کنید گوشم میلرزید. همین خیلی سخت خنک خوردم. خدای توبه، مگر خانه نداشتید چرا در بیرون موندید؟ آخر از خانه اجاره راندن. اما نه این داماد شما در حال برای ما یک خانه بر هوا خریده داد. در حال ما به آن در آمدیم. خانه بر هوا؟ چه یعنی چی؟ بله خانه بر هوا. من یک وقت خانه بر هوا داشتم. دومولازیا شما خانه بر هوا داشتید؟ بله خانه بر هوا ویلا داشتم. آقا زیاودینی هیلگر با معاش دامولوگی خانه بر هوا خریدیم اگر اکای بیتولی گفته خاموش میسم نباشد دامولو. البته داشت خانه بر هوا در داخلش همه چیز بود. یخدانش پر از ناز و نعمت بود اما برای شفقت یک روز نفس شفقت بد است. یخدان را در یک روز خالی میکرد. راست دیگه من گناهگار نیستم. همین مرا گفتن که ژنشین بخه او آدم فربه میکنه گفتن همون را خوردم باور کنه دیگه تراکتی را میخوشم. شفقت از این چنان میزنم. اکرم جان آخر ما در آن خانه 2 روز ایستاده برآمده رفتیم. میگویم که کمی بیشتر در آنجا میماندیم چون که دامادی من میهمان دوست دارد. صاحب خانه اومد. بله صاحب خانه یعنی چی؟ ویلا آن زمان در زیر نظارت بود. استاها آمدن آنها سگ داشتن. استاهای ما سگ را بسیار دوست می داشتن. یعنی استاها صاحب سگ ها بودن. از سبب آن که اپای جمیله هم از سگ می ترسید و رفتن مجبور شدن. باش نکرد. باب نشید. با
این صفحه‌های عجایب باوری دارم چیزی در بین هست. کمی دیگر مانده مغزیان. در حقیقت کی بودنی تو رو میفهمم. هم آدمی خوبی ما هم آدمی خوب بیا سر یک مسئله میشنیم صحبت میکنیم همین کار حل میشه سلاحات رو پرتو بگرد نمیپرونم مرا نپرونه من حالا با خانم سلجان آیله‌دار میشم صاحب کودک میشم این خیلی آرزوها دارم یک آیله را پاره میکنم ماری آخر میگویم میپرونم اشتها برادرم شما رو اگه عصبانی کرد اینقدر عصبانی ده بس تو مردن میخوایم من شوخی نمیکنم البته سلجان سردارم خوب هستی؟ خوبم فایکوره بارش بگیره در تاکیجو بگیره در لیمن ده خبر اشتاون بیست کسی بگیره در نومر نفران آرام شو فایکوره رفتیم با موشی سوار شو تاخیب کردن لازم مایل شکا بواش در گپ زنید بابای مگجون تو چی کار کرده ایستاده ای؟ مگر به تو نگفتم که از خانه نبرایی؟ قریب بود که اونال دستگیرت میکرد بخشیش مگجون پیش از به خارج رفتنم خمتر خوشحالی کردن خوست اگر بچه های ما خبر نمیدادن خوشحالی را در محبس میکردی در حال به خانه را اگاه به خارجه میروی مایل شما گرفته ایستادم تا نموری راحت نمیابی کمیسر ازرائیل را دعوت داری برای تو وقتی مرگت رسیده است اکنون از حیات این آدمان برای ما در رفتنم لازم است از پشت من به سر آنها یگان حادثه شدنش را نمیخواهم آی خر برای از اینجا مرا پیش کردن باز یگان افسانه خوبتر نیافتی شفقت یک جای نقشه کشیده ده؟ البته اپا جان ما این خیلی چیزها رو یک جای به نقشه میگیریم من هم نفهمیدم کلاس تو چه گفته ایستاده ای؟ میروم میگم شفقت مگر نمیفهمی این نو جناب اکرم را تک چشم کرده بودم در حیاتم یک بار خوشبخت می شدم این کار رو بین هم به خودت هم به من بد کردی نرو آخیر التماس نرو اپا جان مجبورم مگر من رفتن رو میخواهم مرا گوش کن یا تو با نرگس موندن میخواهی مگر نرگس سرت را تاب داده اپا جان من چی میگویم تو چی میگویی من قلبم رو پرتافته از اینجا رفته ایستادم تو با من حالا هم سخن نرگس رو میگویی بله برادر چیزی با قلبم میگویی یک قطار عذاب‌ها کشیدی درد کشیدی مگر حالا ینگه زهرا رو پرتافته میروی شوکت از پشت من حل طفلش رو از دست داد آخر تو نکرده بودی اپا جان من نکردم و راحتم نمیگذارند آخر گناهی من کلتکلز بودن است اگر در اینجا ایستم حیاتی همه تگوپا میشود بیتول رو مییابند با او ضرر میرسونند و این طاقت ندارم بالای سخرات هر زمان با دستور شوهن ضرر رسانده میتواند حیات رو ببین اول قنعان بعد سخرات روز دیگرش کسی دیگر نمیشود اپا نمیشود کی بودنم مرا راحت نمیگذارد من دیگر راهی ندارم چی خیلی فهمیدید کلتکلس میرود شفقت این چه ها میگوید این خونش برود گم شد لابای کلتکلس این باجه تو اونال حالا هم با عقل نشده است تو مگر دامولو نیستی چرا او را نصیحت نمی کنی؟ تو چی ها میگویی؟ اونال از قفای جیانم است از او بایگان را خلاص می شوم اگر با مقابلم برای تو را هم می رنجانم این دفعه یگان دیوانگی نکن فهمیدی؟ اونال با آتش بازی داری با آتش
لعنتی آدمی در زیر پنجهمان بوده رو از دست دادم. شاید کلتکیلاس کمک کرد. این اجدری بیشرف به خارجه میگریزد، با فرودگاه ها، با بندرها، به همه جا خبر دید. نگریخته اون آدم دستگیر شود. اطاعت سردارم. سردارم گفتمانم با شما بسیار سپاسگزارم، با شما جانم را هم قرض دارم. اگر شما نمی بودید من شاید با خانم سرت آیله دار نمیشدم. تمام با ایمان نکن لبن. مگر خیلی می شود حتی از این هم زیادتر. شما جان لبن و خوشبختی سیلی رو نجات داده رفسن. اما من طفلم رو نجات داده نتوانستم. لبای حیاتت در خطر است، احتیاط باش. کلتکیلاس با سقراط سر و کار نگیر، جیانش رو پیگیری نکن. این آدم شوخی نمیکنه، تو رو میکشند. در اصل من تو را میکشم. وفات یافتن طفلت به من ارتباطی نداره. وقتی سقراط رو دزدید کی تو رو نجات داد؟ سگی دروغگو، بیشرف، من تو را میکشم. نه گوش کن، من تو رو همچون دوست آگاه میکنم. از پیگیری کردن سقراط دست بکش، حیات خودت رو با خطر نگذار. تو در کجایی؟ در کجایی؟ میخوام با تو تنها روبرو شوم. اگر مرد باشی مکانت را بگو. او این مگر با من مسخره بازی دارن؟ احمقی ناشدنی، تو را میکشم احمق. یکون کم داری احمقی دیوانه، برو برا.